سلام، من آریام و توی این ویدیو قراره با همدیگه طراحی یک کارت ویزیت که خدمات تلاکوب و برجستگی داره رو با همدیگه پیش ببریم. 0 تا 100ش رو میریم جلو از ایده یابیش و این نکته رو بگم که این ایده و این طراحی یک طراحی فی‌البداهه هست و دقیقاً سفارشی است که مشتری من در حال حاضر داده به من و من میخوام با شما طراحیش رو پیش ببریم و با همدیگه جلو بریم و نکاتی که نیاز هست شما بدونید توی بحث طراحیش از وبسایت هایی که من استفاده میکنم برای ایده یابی و حتی دانلود یه سری المان ها و در نهایت خروجی گرفتنش رو با همدیگه پیش ببریم. قبل از همه چیز ما باید پروژه خودمون رو باز بکنیم. چاپخونه همونجور که من تو دوره از لپتاپ تا چاپ هم گفتم به ما سایزهای طراحی ما رو میده و اینجا برای کارت ویزیتمون به ما سایز 8 و 7 دهم در 5 و 7 دهم سانتی متر رو سایز داده چاپخونه. سایز کار رو فیکس کردیم، میایم سراغ رزولوشن باید پیکسل بر اینچ باشه. توی کارهای چاپ و افست همونجوری که قبلا هم گفتیم رزولوشن بر روی 300 باشه. فرمت کار هم CMYK. فایلمون رو باز میکنیم. من دقیقاً یک فایل دیگه هم با همین ابعاد باز میکنم چون کارت ویزیتمون درو هست. بعد از اینکه این دو فایل رو باز کردم، مورد بعدی گایدلاین ها و خطوط راهنما هست که ما حواسمون به این باشه که المان ها و موارد اصلی کارت ویزیتمون توی خطوط برش نره و برش نخوره و کات نخوره که مشکلی برامون وجود نیاره. برای این کار من از تب ویو میام توی گزینه گایدز و اینجا نیو گاید لایاوت رو انتخاب میکنم. همینجور که میبینین اینجا توی بخش مارجین من میتونم از 4 طرف کار به مقداری که نیاز دارم حاشیه بدم و خطوط راهنما رو به طرح هم اضافه بکنم. اینجا روش یه راست کلیک که انجام بدیم میتونیم واحد اندازه‌گیری این گایدلاین رو انتخاب کنیم که من اینجا سانتی متر رو انتخاب میکنم و از هر 4 طرف نیم سانت رو چون از قبل وارد کردم اینجا به من نشون میده. گزینه اوکی رو که بزنم همینجور که میبینین این خطوط راهنما اومده. دقیقا همین کار رو برای سمت دیگه کارت ویزیت هم انجام میدیم. میام توی تب ویو گزینه گاید نیو گاید لایاوت رو انتخاب میکنم و حالا ما بیس اون کارت ویزیتمون رو داریم. یکی از نکته هایی که من حالا طبق تجربه این کار رو انجام میدم اینه که فایل هام رو دقیقاً با همون ابعادشون سیو میکنم و این توی کارهای چاپی بهتون کمک میکنه. بعداً توی سرچ کارها خیلی بهتون کمک میکنه چون یک فرمت به کارتون میده، مگر نه اونجوری باید بگردین دنبال پروژه مشتریتون. من حالا اگر این نکته رو بخوام خدمتتون بگم و اینم خوب شد نکته پیش اومد حین آموزشم، اینه که من پروژه هام و کارهای مشتریام رو به صورت سال به سال طبقه بندی میکنم و پوشه بندی میکنم که همینجور میبینین اینجا مثلا پوشه 403 دارم، پوشه 404 دارم و پوشه 405 که داخلش هستیم. من اینجا برای مشتریمون یک پوشه باز میکنم و فایل های اون رو داخل اون پوشه قرار میدم. خب من فایل ها رو سیو کردم چون همین اول کار من سیوشون رو روی سیستم انجام میدم که بعدا با کنترل اس زدن و سیو گرفتن حین کار دیگه فایل ها لوکیشن سیوشون مشخص باشه و چون پوشه بندی هم میکنم بعدا پیدا کردن اون فایل خیلی برام راحت تره. من اطلاعاتی که مشتریمون توی واتساپ برام ارسال کرده بود رو وارد کار کردم. اصلا کاری به فونت و اینا فعلا در حال حاضر نداریم. این اطلاعاتی بود که میخواست روی کارت ویزیتش بخوره و از اونجایی که حالا مشتریمون اطلاعات خیلی زیادی رو نداده و نیاز نیست که ما خیلی بخوایم فضا برای اطلاعات بذاریم توی کارت ویزیت، من ایده‌ای که به ذهنم رسید این بود که اسم طرف و اینجا اسم فاطمه امیدی و مدرس زبان انگلیسی رو توی یه بخش یک روی کارت ویزیت قرار بدم و توضیحات دیگه که برگزاری کلاس‌های خصوصی عمومی و آنلاین مبتدی تا آیلتس رو اینو سمت دیگه قرار بدم به همراه اطلاعات تماس. من اطلاعات مشتریمون رو به صورت انگلیسی اینجا نوشتم و حالا میخوام اون سمت اول کارت ویزیتمون رو فعلا اطلاعات متنیش رو بچینم. پیشنهاد من اینه که چون حالا تصویرشون میخواد توی کارت ویزیت نباشه، اینه که بیایم این اطلاعات متنی رو دقیقاً وسط قرار بدیم، ولی خب بعد فونت ها رو تغییر بدیم و یه مقدار تضاد و کنتراست بین اون اسمشون و اون سمت شغلیشون ایجاد بکنیم. برای اینکه بتونم المان هایی رو اضافه بکنم به طرحم، من از سایت فیلیپیک استفاده میکنم که احتمالا همه طراحان گرافیک رو بلدن. البته که الان اسم سایت فیلیپیک عوض شده، این بالا من براتون نشونش میدم، ولی شما فیلیپیک هم سرچ بکنید دقیقاً وارد همین سایت میشید. اینجا یک سری نمونه های طراحی هست که شما میتونید ازشون استفاده بکنید، از بک‌گراندشون، از تم
علائم رنگیشون، حتی از المان‌های مثلا انگلیسی که اومدن داخل طرحشون استفاده کردن میتونید الگو برداری بکنید. مثلا اینجا به نظر من این المان‌ها یه المان قشنگ شده و چیز جالبی در اومده خروجیش که میتونیم دور کارت ویزیتمون ما ازش استفاده بکنیم. من این سرچ کلی داخل اونها میکنم و در نهایت اگر فایلی مد نظرم بود و پسندش کردم به شما نشونش میدم. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. تا اینجای ویدیو اگر دقت کرده باشین من این قالب رو از توی سایت فریپیک دانلود کردم، مخصوصا همین کارو کردم. یعنی نگین توی کامنت ها بنویسین که حالا کار خاصی نشد، طراحی خاصی نشد، چون میگم من تمرکزم اصلا توی این کانال روی بخش دقیقاً صرفاً طراحی و ایده پردازی طراحی نیست، چون دوست دارم اکثر بچه‌هایی که دارن ویدیوهای منو میبینن دیگه توی بحث طراحی مسئله براشون نباشه، فقط توی بحث نکات باشه، بحث این که چجوری اون طراحیشون رو بیان و تبدیل کنن به محصولات چاپی. پس همونجور که میبینید من از روی قالب دارم تقریبا کپی برداری میکنم، حالا یه سری تغییرات خودم داخلش انجام میدم، ولی کلیت طرح رو من از اون قالبی که دانلود کرده بودم برداشتم. یه نکته رو من بخوام خدمتتون بگم، برای آیکون ها حالا افزونه هایی هستن که به فتوشاپ اضافه میشن و شما میتونید آیکون استفاده بکنین، ولی من میام اون آیکون رو سرچ میکنم همینجور که میبینید و بعد در نهایت اون رو دانلود میکنم، فایل دانلود شدم رو میبرم توی ایلستریتور. اینم یه نکته‌ایه که بهتون کمک میکنه بعضی وقتا یه سری موارد رو اگر فایل اصلی و خوبشون رو پیدا نمیکنه اینجوری خیلی سریع میتونید به یه فایلی که بتونید داخل طرحتون استفاده بکنید دست پیدا بکنید. وارد ایلستریتور که میشم اینجا از گزینه ایمیج تریس اون عکس رو که واردش بکنم اینجا گزینه ایمیج تریس رو میزنم و اینجا توی گزینه هاش من توی این اسکچ رو انتخاب میکنم که بک‌گراند کار هم حذف بشه و در نهایت اکسپند میزنم و خروجی این کار رو کپی میکنم با کنترل سی و اینجا توی فتوشاپ پیستش میکنم. اینجوری من اون آیکونی که نیاز دارم رو به صورت شیپ میتونم داخل کار خودم داشته باشم و داخل کار خودم ازش استفاده بکنم. خب من طراحی رو تموم کردم، میگم خیلی وارد بحث طراحی نشدم، بیشتر سعی کردم حالا یه دونه با سرعت سریع شما فقط ببینید من چه کار میکنم. امیدوارم که متوجه شده باشین. اگر هم حس میکنین نیاز هست که یه مقدار بیسیک تر طراحی رو آموزش بدم حتما برام کامنت بذارین تا شاید حتی یک مینی دوره فتوشاپ رو هم من براتون آماده کردم که بتونید مباحث پایه‌ای فتوشاپ رو هم یاد بگیرین، ولی من فرضم بر اینه که شما فتوشاپ رو بلدید. الان من طراحیم تموم شد، همونجور که اول ویدیو گفتم من فرمت کار رو CMYK بستم. حالا برای خروجی گرفتن چاپخونه از ما معمولا خروجی JPG میخواد
بعضی چاپخونه هم هستن که PDF نیاز دارن، ولی معمولا چاپخونه ها فایل های لایه باز از شما نمیگیرن، چرا که احتمال داره توی سیستم خودشون اون فایل لایه بازه به مشکل بر بخوره، فونتش تغییر بکنه، چیدمان شما به هم ریز بشه و ترجیحتون هم این باشه که به چاپخونه هیچ وقت فایل لایه باز ندین، یا اگر هم فایل لایه باز رو به چاپخونه میدین در کنارش یه دونه PDF یا یه دونه JPG بدین که مشخص کنه ما طراحیمون این شکلی بوده. پس من اینجا 2 تا خروجی JPG میگیرم از طرح. برای سمت دیگه کار من میخوام فرضاً این فاطمه امیدی که اینجا نوشته شده میخوام این طلاکوب بشه. این نکته رو همیشه حواستون باشه، برای طلاکوب نیاز نیسته شما اون قسمتی که میخواین طلاکوب باشه توی فایل اصلیتون باشه. یعنی چی؟ یعنی من اینجا این فاطمه امیدیه رو لایه‌اش رو خاموش میکنم و بعد خروجی میگیرم و برای اینکه من یه فایلم به چاپخونه بدم که طلاکوب رو متوجه بشه، من این فاطمه امیدی رو میارم، فقط همین رو نگه میدارم و این فاطمه امیدی رو من مشکی 4 رنگش میکنم و من یه فایل دیگه خروجی میگیرم از این طرحم و این 2 تا فایل رو به چاپخونه میدم که چاپخونه بدونه فایل اصلی که باید چاپ بشه چیه و تو مرحله بعد از اینکه کار چاپ انجام شد اون قسمتی که باید طلاکوب باشه به چه صورت هست. اینجا من این فایل فاطمه امیدی رو دوباره خروجی میگیرم و روی همدیگه قرارشون میدم تا باز شما بهتر متوجه بشین. فقط حواستون باشه حتما همون جوری که طراحی کردیم و همون لوکیشن و جایی که مثلا این متن من قرار داره خروجی دومم رو هم بگیرم. چرا؟ چون اون 2 تا خروجی باید روی همدیگه بشینن و روی همدیگه قرار بگیرن و طرحتون خروجیش خوب بشه. برای اینکه بهتر متوجه بشین من الان بهتون توضیح میدم. همونجور که من بهتون گفتم خب من این خروجی فایل اصلیمه. یه خروجی دیگه هم گرفتم که این فایل رو ما وقتی به چاپخونه میدیم براش مشخص میکنیم که این قسمت که مشکی هست باید طلاکوب انجام بشه. اگر من این فایل رو قرارش بدم روی این فایل و اینجا اوپاسیتیش رو کم بکنم، شما میبینید که اون قسمت مشکی ما دقیقاً درست قرار گرفته و چاپخونه هم دقیقاً به همین صورت عمل میکنه. اول این فایل رنگی زیر رو چاپ میکنه و بعد خدمات طلاکوب رو بر اساس این فایل سیاه‌سفیدی که ما بهش دادیم روی اون فایل رنگی قرار میده. همین نکته برای کارهای برجسته هم دقیقاً صدق میکنه، ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شما توی طلاکوب نیاز نیست اون قسمتی که میخواین طلاکوب بشه رو توی فایل اصلیتون هم قرار بدید، اونو باید کلا برش دارید و یه فایل سیاه‌سفید بدیم به چاپخونه. ولی تو قسمت برجستگی فرضاً من اینجا سمت دیگه کارت ویزیت میخوام این قسمت، این فاطمه امیدیه یا این شماره تماس رو میخوام به صورت برجسته در بیارم. چجوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ من اول یه دونه خروجی اصلی از کارم میگیرم که اون خروجی بیسیک میشه و چاپخونه اون رو برای ما چاپ میکنه تو مرحله اول. بعد باید یک فایل برجستگی من به چاپخونه بدم و اینجا دقت کنید که ما توی طلاکوب اومدیم این قسمتایی که می‌خواستیم طلاکوب بشه رو توی فایل اصلی کلا برشون داشتیم، ولی توی برجستگی این کار رو انجام نمیدیم. چرا که برجستگی دیگه طلاکوب نیسته که خودش طرح رو نشون بده، بلکه فقط روی همون چیزی که چاپخونه تو مرحله اول چاپ کرده یک لایه، یک قسمت‌های برجسته میاد که اگر حالا دقیقاً نمیدونین کارت ویزیت لامینت برجسته به چه صورت هست، میتونین برین سری رشته ویدئوی کارت ویزیت رو نگاه بکنید که من براتون لینکشون رو میذارم. و خروجی بعدش به چه شکل باشه؟ من این 2 تا لایه رو نگه میدارم، رنگشون هم همونجور که گفتم مشکی 4 رنگ میکنم، یعنی 400 میکنم و بعد دوباره یک خروجی دیگه هم من میگیرم. حالا اینو باز بخوام بهتون توضیح بدم، این فایل اولی فایلیه که چاپخونه اینو برای ما چاپ میکنه و در نهایت از دستگاه چاپ آفست این فایل در میاد. تو مرحله بعد برجستگی بیاد روش. فایل برجستگی رو ما خروجیشو قبلا گرفتیم و بهتون توضیح دادیم که به چه صورته. اگر روی این کار قرار بدیم اوپاسیتیش رو من کم کنم، شما متوجه میشین که اینجاها، یعنی این اسم اون مشتری ما و شماره تماسش قرار برجستگی بخوره. پس امیدوارم که توی این ویدیو
متوجه شده باشین طراحی به چه صورت انجام میشه و من بیشتر تأکیدم روی این بخش آخر ویدیو بود که بدونید کار تلاکوب به چه صورته و کار برجسته هم به چه صورت هست. امیدوارم که تونسته باشم منظور رسونده باشم و متشکرم از شما که این ویدیو رو تماشا کردید. هر موردی که اسم میکنید گیر بود، هر موردی که اسم میکنید بهتر میتونه بشه توی آموزش ها و شاید شما بهش نیاز دارین رو لطفاً برای من کامنت کنید. من کامنتاتون رو همه رو خودم چک میکنم و اگر موردی باشه براش یه ویدیو جدید میسازیم. متشکرم از شما که این ویدیو رو تماشا کردید.